هذا النور شفاء صدور. قصه آن مرد که حتی مرچه ها را آزار نمیداد. دوستان عزیز، برای هر کسی که ذره عقل داشته باشد، پس این قصه های عزیزان خدا باید برایش درس عبرت شود. روز یک دوست خدا میخواست که به شهر شام برای تحصیل علم سفر کند. پیش از سفر کردنش مادر غمخوارش چند پاره نان خشک در یک رویمالچه پیچانیده در دست فرزندش داد و گفت: فرزندی عزیزم، این پاره های نان خشک را در میانت ببند. اگر در نیمه راه گرسنه شدی، پس از این نانهای دادم بخور. فرزندش باشد آن نانها را گرفته به میانش میبندد و به سفر میبراید. در هنگام سفر گرسنه می شود و می خواهد که از آن نانهای داده مادرش بخورد. وقتی که رویمال میانش را می کشاید و می بیند که همه این نانها را مرچه زده است. رویمال میانش را وقتی که به زمین می ماند، مرچه ها در روی زمین به هر طرف حرکت کردن روان می شود. این مرد باشد از ترس خداوند در حال مرچه ها را در داخل رویمال جمع می کند و رویمال را به میانش می بندد و از سفرش برگشته به نزد مادرش می آید. مادرش می گوید: ای فرزند عزیزم، چرا از سفرت برگشتی؟ این فرزند چنین جواب می گوید: من وقتی که در نیمه راه خواستم که از نانهای داده‌ات بخورم، پس نگاه کردم که همه این نانها را مرچه زده است. وقتی که رویمال را به زمین گذاشتم، مرچه ها به هر طرف روان شدند. پس از خدا ترسیدم، زیرا اگر این مرچه ها در آن سرزمین بیگانه به هر طرف می رفتند، پس این مرچه ها راه آن دولت را نمی دانستند و راهگم می زدند. پس برای همین نخواستم که مرچه ها در آن سرزمین بیگانه راهگم زنند. آنها را جمع کرده به وطن خودشان آوردم. سبب از سفر برگشتن من همین مرچه ها شدند. زیرا اگر این مرچه ها در آن ملک بیگانه راهگم می زدند، پس روز قیامت پروردگار از من میپرسید که چرا آن مرچه ها را در ملک بیگانه غریب و سرگردان کردی؟ پس من چی جواب میگویم؟ وقتی که مادرش این سخنان فرزندش را شنید، چنین دعا کرد: خدایا، این جگرگوشه مرا باز هم خدا ترسیش را زیاد گردان و یکی از عالمان و خدمتگاران اسلامش بگردان و آمین کرد. دعای مادر باشد قبول شد و این مرد که نامش بایزید بستامی است، از روی خدا ترسیش مشهور روی عالم گردید. عزیزان دل، تصور کنید که عزیزان خدا حتی مرچه ها را آزار نمی دادند، زیرا از خداوند می ترسیدند. مگر همین کار ما جوانمردی است؟ مگر همین از خدا ترسی ما؟ یا اینکه بعضی جوانان ما یک سگ را با سگ دیگر جنگ می اندازند و یا یک مرغ را با دیگر مرغ جنگ می اندازند و از جنگ آنها خندیده کرده راحت می کنند. دوستان عزیز، چرا ما نسبت حیوان ها و مخلوقات خداوند رحم نداریم؟ بیاید از این قصه عبرت بگیریم که چگونه عزیزان خدا نسبت حیوان ها و مخلوقات احترام داشتند. باقی خداحافظ.